سلام میکنم به تناز خانم عزیز. شما هم خودت زیبا هستی و تمام این جلوروی زیبایی که آوردی واقعا یونیک هستن. I love it و من اینا رو خریدم، خیلی زیبا. مرسی ازت، خیلی ممنون که امروز چون که در ایونت سمیرا بودیم به منم تخفیف خوب دادن. یک دنیا ممنون. تناز جون، شما یه مقدار در مورد این زیبا جلوریات برای ما صحبت. اسم من تناز هستش. ما سعی کردیم که چیزهای یونیکی رو، کارهای یونیکی رو ارائه بدیم برای خانمای خوشتیپی مثل شما، آقایون خوشتیپی که اطراف ما هستن الان. دوست داریم که یه چیزهای یونیکی طراحی کنیم، دیزاین بکنیم و بسازیم. ما یه تیم خیلی بزرگی داریم که با هم دیگه کار میکنیم، جولیاری رو با هم دیزاین میکنیم، زیبارالاتو، و بعد میسازیم با بهترین کوالیتی، بهترین کیفیت در خدمت مردم قرار میدیم. هدف من از این کار آوردن فرهنگ ایران به اینجا هستش که مردم ببینن که ما چقدر موفق هستیم و بودیم و میتونیم باشیم در کنار یک تیم ورک عالی. دارم میبینم به شما بگین که کجا میتونیم شما رو پیدا کنیم. Of course. شما میتونید منو توی اینستاگرام پیج فالو بکنین. اسمش هست بهارناز گالری. بهار دخترم، اسم دخترمه. اسم خودم تنازه که مچ شده بهارناز گالری، ولی اسم خودم تناز هستش. و توی وبسایت میتونین baharnaz.usa میتونین برین کارا رو ببینین و در مال میشن ویاهو هم گالری هست، میتونین حضوری تشریف ببرین که ما در خدمتتون هستیم. یه چیز خیلی خوشگل که من دارم اینجا میبینم که خیلی زیبا هست، مثل کارای ایران هست، خیلی 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 جالب، مال مثل دوره قاجار. تاج داره. خیلی خیلی زیبا، چیزای ایرانی. بله، سعی کردیم همون نبودیم تو اون دوران ولی خیلی شنیدیم و خیلی علاقه‌مندیم به این طرح‌ها و تاج و دوست داریم که برگردیم به اون زمان. مرسی تناز عزیزم. مرسی.